ولی استاد درباره عملهای خیر در این روزا بسیار ذکر کردین. یه نفر به همین موضوع سوال کرده که در این روزا اذیت کردن مردم گناه در این روزا چه خیلی باشد. دیروز بله. برادر و خواهرش برای یک جویبار جنگ کردن، برادر شوهر خواهرش زده بود، از سود دادهشون. نعوذ بالله. این خیلی شکایت ها بسیار است که یه زنه شکایت کرده است که ما در یه حولی همراه عمکم زندگی میکنیم. عمکم از دنیا گذشتن میگود. داموت عمکم از همین خانه همشه به نام خودش کردگی میگود. یعنی این خانه هم پدری من زندگی میکرد، هم عمکم. یعنی دو اکه و دادر زندگی میکردگی. اکنون به عمکم گذشت، پدرم بیمار است، چیه نمیفهمد میگود. این داموتی عمکم، یعنی دخترش عوض رفته، داموت این خانه از آن خود کرده است. خیلی یارو دوست داشته است، همین هنر داشته است، خانه را از آن خود کرده است. من برو راو گسوده است، من به کجا روم؟ نعوذ بالله. این مال و ملک از سری هر یکی ما و شما میماند. شما آیا میدونید که با خویشاوندان یکی کردن، یعنی کسی که همین کار کرده است خیانت به عمکش کردگی است. و عمک پیامبر علیه السلام میگه اما علمت ان عم الرجل شنو ابیه، مگر تو بیخبر هستی ای عمر، مگر تو بیخبر هستی که عمک آدم مثل پدرش است. اما علمت ان عم الرجل شنو ابیه در صحیح بخاری و مسلم است. مگر تو نمیدانی که عمک آدم مثل پدرش است؟ چی جایی برادری؟ یعنی عمک از برادر دورتر است، برادر نزدیکتر است. یعنی کسی که با برادرش، با خویشاونداش جنگ میکند، دانید که برکه از عمرتان و از رزقتان برداشته میشد. کسی خواهد که عمرش دراز شود، مالش زیاد شود، با خویشاونداش رفت و آمدی خوب کند، معامله نیک کند. پدر و مادر از همه نزدیکترین خویشاوند، بعد برادرای خواهرها، یعنی فرزندای پدر و مادر. فرزندی پدر و مادر از همه نزدیکترین شخصی که با آنها نیکی میکنید. ببینید حدیث ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به نیکی کردن امر میکردن، از خویشاوندا شروع کن، از برادر، خواهر، خاصتا خواهرها ضعیفا. خواهرتان ضعیف است، شوهرش کم بغل است، فرزنداش کم بغل است، خواهرای دستگیری کنید. برادرتان اگر همسایه باشد، در یک حولی زندگی میکنید یا حولی از بین تقسیم کردید، همسایه باشد، دو حق دارد: حق برادری، حق همسایگی، حق مسلمانی. سه حق. حق همسایه و مردم ما به حق خدا برابر میگن. حق همسایه بسیار بلند است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. کسی که به الله و روز قیامت ایمان داشته باشه، همسایه‌اش احترام کنه. همسایه‌اش احترام کنه، به اذیت همسایه صبر کند، نه فقط احترام کند. چه خیلی که مثلا یه آدمی بزرگوار رو حرمت میکنید، احترام میکنید، دوست میدارید، کو همین خیلی همسایه احترام کنید اگر به الله و روز قیامت ایمان داشته باشید. لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. قسم به نام الله تعالی مؤمن نیست، مؤمن نیست، مؤمن نیست. کی یا رسول الله؟ کی مؤمن نیست؟ من لا یأمن جاره بوائقه، کسی که از شر همسایه هاش در امنیت نیست. کسی که همسایه هاش از شر او در امنیت نیست، یعنی آدمی که همسایه هاش اذیت میدهد و مؤمن نیست. گفتن ایمان از او سلب کرده، یعنی مسلمان است، یعنی مسلمان گناهکار است، مؤمن نیست. مؤمن درجه بلند است. و حق خواهر و برادر و خویشاوندا از حق همسایه هم بالا است. یعنی از همین خردسالی باید برادر و خواهرای احترام کنید. حالی بچه، حالی مکتب خوان گفته بی اهمیتی نکنید. به خاطر الله دادراتان، برادراتان، خواهراتان حرمت کنید، با آنها نیکی کنید، با آنها تحفه دهید، نیکی کنید، اذیت ندهید آنها را. بیگانه کدی معاملتان خوب است، با برادر و دادر خودتان معاملتان بد است.
این ترازوتون ویران است. برای همین از الله تعالی ترس، مخصوصا در این روزها گناه ها عظیمتر است. این ماه حرام است. 4 ماه حرام است و این دهه ذوالحجه با بزرگترین این 4 ماه است. همین دهه اول ذوالحجه گناهش هم عظیم است. این روزها فرصتی هست برای دل یافتن آنهایی که با همدیگر ناگپی هستید، دشمن شده، دو برادر، دو خواهر، خویش و تبار دشمن، ناگپی ها پور. این مصیبت ها، مشکلی ها بسبب همین ظلم و خطاگی های و گناه ها است برادرها. هر بلایی که امروز در سر امت اسلامی هست بسبب عمل نکردن به شریعت است. بله، توبه کنید، با خویشاوندان رفت و آمد پیوست کنید. این روزها روزهای یعنی بهانه خوب است برای علاقه خوب کردن. روز عید قربان خبر کنید خویش را برای گوشت قربانی دهید. امکانیت باشد، امکانیت نباشد شما خبرگیری روید، با همراهی فرزندا، با همراهی اهل عائله رفت آمد، معامله نیک، سخنهای نیک با خویشاوندان. این عبادت است برادران. این هم تو خویشاوندگی نیست، این عبادت است، ثواب است. الله موفق کند. بله.